من همیشه برام سوال بوده که دیدن استوری شام و نهار خوردن این بلاگرا چه فایده‌ای تو زندگی کسایی که اینا رو دنبال میکنن داره. اصلا چه جذابیتی داره، چه کمکی واقعا تو زندگی بهت کرده. این که یه نفر میاد میگه وای بچه‌ها میدونین پوپو چی کار کرده، حالا پوپو کیه؟ سگ خواهرش که امروز اومده خونه‌شو مهمونی. برای شما جذابه واقعا؟ تکونی به زندگی تو میده؟ انگیزه‌ای میده بهت؟ حساب بانکی تو زیاد میکنه؟ باعث پیشرفتت میشه؟ چیکار میکنه دقیقاً؟ من واقعا میخوام بدونم. یه جای خونده بودم جمعیت اسرائیل از 6 میلیون، تعداد دنبال کننده های دنیا جهانبخت از 13 میلیون. میگفت ما بیش از 2 برابر جمعیت دشمن فقط حول داریم تو کشور. خدا پدر مادر این حول‌ها رو بیامرزه که واقعا به یک سری دارن نون میرسونن. دنیا جهانبخت رفته بود برای بچه هنوز به دنیا نیومدش، یعنی هنوز چیزی نیست، وجود خارجی نداره، پیج زده و تو کمتر از یک ماه 1 میلیون دنبال کننده داشته. واقعا چی رو داری دنبال میکنی؟ دنبال چی داری میگردی؟ فقر فرهنگی خطرناکترین نوع فقره. یعنی آدم فقیر باشه، بی پول باشه، ولی از لحاظ فرهنگی فقیر نباشه. نه خانواده، نه مدرسه، دانشگاه، مشاور، هیچ کدوم بهت یاد نمیدن که از فقر فرهنگی نجات پیدا کنی. پس چیکار باید کرد؟ فقط و فقط با کتاب خوندنی که ازش نجات پیدا میکنی.